هایی است که ما دشمنی نداریم، بدبینی نداریم. این باز در نقطه شما را نشان دادم، نداریم ده مرتبه. سلفی ها در کتابشون نوشته است که عایشه در جنگ جمل با مقابله حضرت علی آمده، عایشه مرتد شده است، توبه نکرده باشه کافر بوده. این عبارت کتاب سلفی ها. در دیگر جاش آیون زمزم فی میلاد عیسی بن مریم تفسیر است، نوشته میکنه که زکریا مریم به شوهر داد تا که شوهرش درآمد نکرد، بعد از این خال کرده گرفت اینمی عیسی بچه اینم شوهر است. کفریاتی که در کتاب‌های سلفیات ولی در کتاب شیعه باشه، در کتاب کمونیستا باشه، به هیچ کسی دیگه باشه. بعد میره شیخ قرآن باید سلام میشه. این دیگه غلط است. من این هر کس بگم با یک آمین گفتن به نماز شام، نماز اعلا کرده، خراب کرده، شتچ کرده، مغرب به دست کشید. این که میگه سلفی. دیگه کلش خراب به اساس. یعنی خودی ما با سلفی ها نداریم بدبینی، ولی اینها این ترتیب است که حمله میکنن. میگن نمازی که رفیت نکنید نماز نمیشه.